چوکد یک با واقع امکانیت باشد آغاز کنید. شعبچه آماده باشید، تخت شاهانه انتظار شما است. فرقش نیست ما در تاریکی جر غوره پر تاریک سفید روز برای همش ما باز ما آغاز میکنیم. امروز در خدمت هستیم. اگر امکانیتش باشد انمون تخت شاهانه آمون ایش همیشه ما ریزویم بر منوید ایسا بیانم برقشه چیزی میشود نمیشود. قابل جان پوست کندیسه آنا دیدی میشید از کو قابل جان چخلیش کیسه پوست کندیسه چون کیسه آغاز کنیم. اجازت های قابل پوست کندی پهدی ساعتی 12 شب زنده باشین. سپاس و ستایش خرد و کنان به افلاس قلبی پیر و جوان، به خالق دنیا و جین و بشر، شب و روز و بیگاه و شام و سحر. درود و سلامی همه پیروان به رسول و اصحاب و آلش روان. سپس بندی حمد سپاس ثنا به تقدیر و توفیق خواست خدا. امید از فضل پروردگار موفق بگردیم در این قصد و کار. الها مدد کن که مایم فقیر به فضل و به توفیق توی قدیر. پناه ده یا رب ز سهو و گناه که جز تو نباشد ما را پناه. به نام خدای بخشنده و مهربان سلام. سلام ای هموطن ای نور دیده، سلام ای ملت فرهنگ دیده. سلام ماست پیک عاشقانه، درود است و سرود است و ترانه. سلام و درودی به پایان به همه نفرانگی لحظه های خاطرمان در این بزم دامادی. قدم مبارک خود را مادهید صلوات همه شما را از نام سربری این خاندان و بعد از نام شاه پیسره که این تخت و این بخت نصیب شما از خیر مقدم هر یک قدم های شما. قدم یک و یک شما را عزیزان دل نیک میخوانم. خدا کند که در خاندان هر یک شما چون این خاندان توی باشد و دسترخانتان پر از ناز و نعمت و یک بردنام باشد. چون که شاعر میگد ششتنی دارد سری دسترخان تاجیکی، مزه دارد خوردن یک بردنان تاجیکی. ای بیا با هم در میزه ما سر بالا کنیم از زمین تاجیکی. همه شما را هم دیاران هم وطنان هم نفسان به این بزم کرک تاجیکی خوش آمدید میگیم. خدا کند که در خاندان شما هم چون این خاندان توی دارد خط نصر باشد، فلسطینی باشد در سرزمین بهشت تاسا که نام او را تاجیکستان است. چون عزیزان دل خاطرستان میگیرم بزم مبارک، بزم بسال، بزم قدر، بزم ناتکرار جوانی به خاطر یکی از جگربندان این خاندان گشته است. چون در حضور همه ما و شما این لحظه ها بزم عنعنوی سرتراشان را